هیچ وقت هیچ آدمی رو ندیدم که بایسته و حرکت نکنه. پویش و قدرت یک آدم توی حرکت کردن اونه. حتی سهراب میگه در پس پرده ای از گرد و غبار نقطه ای لرزد از دور سیاه. چشم اگر پیش رود میبیند آدمی هست که میپوید راه. پس با حرکت و راه رفتن هستش، با رنج و غصه هستش که ما ساخته میشیم. پس نترس از حرکت کردن، نترس از لرزیدن و لغزش که تو رو میسازه، قوی میکنه و به اوج میرسونه. آره، با تو هستم، با تویی که هر روز حس ناامیدی داری. یک روز این ناامیدی ها، رنج ها تبدیل میشه به امید و امید و امید. پس حرکت